آقا این ماشین منه. خب اینو من دیدم یه چیزی یادم اومد. بعضی آدما مثل این ماشین میمونن. خب از بیرون این ماشین خیلی خوشگله، خیلی زیباست، ولی از موتور مشکل داره. نمیگم برندش بده برندش خیلی مطمئنه، ولی این موتور روی این اتاق، مثلا این سی کلاس 2012 موتور 3250 W204 انجین خوبی نیست روی اون اتاق. از بیرون خوشگل، از عقب خوشگل، همه چیز عالی، ولی میگم موتورش خراب شد. من روی این ماشین خیلی هزینه کردم. من آدمی نیستم که اهل تعویض باشم، همیشه تعمیر کردم. من موتور این ماشین عوض کردم، بادیشو خوشگل کردم، تزیینات کردم روی این ماشین. گفتم این ماشین من موتورشو عوض کنم دیگه منو اذیت نکنه. موتورشو که عوض کردم دوباره منو اذیت کرد، دوباره روغن ریزی شروع کرد، دوباره هزار تا مشکل آورد. بعضی آدما توی زندگی همینجوری میباشن که باید تعویضش کنی، با تعمیر نمیشه که باشون کنار اومد. بعضی وقتها یکی اخلاق زشت داره، هی باش میسازی آخر اذیتت میکنه. جای بعدی که خسته میشی میبری، میگه ولش کن، من از شر این آدم باید خلاص بشم، تموم بشه این رابطه، این دوستی، این رفاقت، این هر چی که میتونه باشه. این ماشین من به خاطر اینکه خوشگله دوستش داشتم، اینو همیشه من سوار میشم و سوار میشدم و حتی الانم میشم. ولی از امروز به بعد من قصد اینو گرفتم این ماشین رو من دیگه بفروشم. چرا؟ چون این موتور به درد من نمیخوره. این ماشین انجینش انجین خوبی نیست. موتور ماشین رو من هزینه کردم، 5-6 هزار دلار موتور جدید وصل کردم، چراغای جدید اینستال کردم، کلی چیزا روش گذاشتم، ولی خب ذات این موتور خرابه. بعضی آدما ذاتشون خرابه. وقتی ذات یک کسی خرابه، هیچ وقت تو زندگیتون راه بهش ندید و شانس مجدد بهش ندید. و اگر من برگردم به گذشته، هرگز این ماشین رو دیگه انتخاب نمی‌کنم و ماشین بعدی من نخواهد مرسدس بنز باشه، چون دیگه دیدم این موتور، این اتاق رو این جواب نیست. تمام شد و رفت. آره. بعد این که گفتم بعضی انسان ها مهم نیست چقدر خوشگلن، چقدر زیبان، چقدر قد بلند دارن، چقدر اندام خوب دارن، لایق شانس مجدد نیستن. دقیقاً شبیه همین ماشین. من یه بار به این شانس مجدد دادم، همه چیز رو تعمیر کردن، گفتم دیگه این بار راحتم، هیچ وقت نمیخواد منو اذیت کنه. ولی چی؟ منو اذیت کرد بازم. بعد اینکه من موتور عوض کردم، نمیدونم چه مشکلی پیش اومد که دینامش خراب شد. دینامش عوض کردم، دوباره موتور تعویض و سرویس شد، نمیدونم بعد یه مدت دوباره شماش خراب شد و شروع کرد به کم کردن آب رادیاتور یا همون کولنت و خیلی اذیتم کرد. و پشیمون نیستم از زمانی که اون زمانی که این ماشین رو خریدم لذتشو بردم، سواریاشو بردم. نمیگم ماشین بد بود، شاید من نگهداری بلد نبودم. میدونین بعضی چیزا آدم به خودش هم هست. آره بعضی وقت نمیشه گردن گرفت. من دوست دارم به چشم من گریه نده. تو نمیدونی که جونمی، برگرد پیشم. I'm so